هالووین امسال برای من خیلی شیرین و متفاوت بود. از مترو که پیاده شدیم بعد یه سری چیزا رو اسکن می‌کردیم و بهمون گل و این گیره‌سرای خوشگل رو هدیه دادن. این خانم جذاب و خوشگل داشت به صورت خیلی قشنگ و لایو یه آهنگ خیلی معروف رو میخوند که من اینجا براتون گذاشتم ببینیم. توی این پاساژ برنامه خیلی جالبی بود به اسم رژه سگ‌ها توی هالووین که ما هم به مناسبت همین رژه رفته بودیم که میتونین کلی هیولاهای کوچیک بامزه رو ببینین که کاستوم هالووینی پوشیدن و داشتن همراه صاحباشون رژه میرفتن. به نظر من خیلی کیوت و بامزه بود و میتونین خودتون ببینید. بچه اینجا هم نگاه کنید، اینا همیشه یه چیزی دارن که این چینی‌ها رو سرگرم خودشون بکنن و حواسشون رو از این زندگی روزمره معمولی سختشون بیرون بکشن. همینطور که می‌بینید یه چیز معمولی دارن آهنگ میخونن ولی محو تماشا شدن. بعدش هم رفتیم یه مغازه چینی و لباسای چینی خیلی خوشگلشون رو پوشیدیم. من انقدر دلم می‌خواست این لباسا رو عوض کنم ولی هی می‌ترسیدم که نکنه ازم پول بگیرن. اینم از شام خوشمزه هالووینی و خدافظ.